عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگن که ما یه روز در مسجد نشسته بودیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که الان يدخل من هذا الباب رجل من اهل الجنه، حالا همین در یک آدمی میدارد که اهل جنت است. ناگاه میگه یک آدم اومد نشست کمتر رو با خسته رفت. بعد آهسته منم از قفاش خستم، میگم رفتم و اجازت پرسیدم که 3 روز خانه‌شنده از سبب آنکه شرایط ندارم زندگی کنم. گفته اجازت پرسیدم، زندگی کردم. نه نمازی بسیار دیدم، نه روزه بسیار. همین مانند دیگر آدم ها عبادتش مانند عبادت ما میگن از ما فرق ندارد. لیکن برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم جنتی گفتن؟ بعد روزی 3 اخیر پرسیدم، نگفت. میگن التماس کردم، بعد گفت که من شبانه خواب میکنم در قلبم نسبت یگان مسلمان بدبینی نیست، الا من اتى الله بقلب سلیم، آن آدمی که به نزد الله تعالی با قلب پاک، با قلب سلیم. سلیم یعنی سلامت از بدبینی، سلامت از حقد، دشمنی، کینه، عداوت، حسد. دلش پاک است. برای مسلمان ها دلتون وسیع کنیتون برادرها، پاک کنیتون. هیچ هم نداره همون تجارتی شما کرده، هیچ هم نداره و شما گذشت ساده است، هیچ هم نداره شما مثلا پولش زیاد است، لیکن مروت هم رعایه کردن در کار. مروت یعنی اگرچه مثلا شما در بعضی مسئله ها حق در جانب شما باشدم، آداب و اخلاق، نان و نمک، همین چیزهای هم رعایه کردن هم خوب است. همه وقت حق است و حق ندارد یا من حقم، این خیلی نگاه ها دیگر چیزهای هم به نظر گرفتن در کار است.